سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب من امروز قراره یه کار خیلی باحال انجام بدم. و الان که داری این ویدیو رو میبینین قطعا اینجورین که خب این قراره چیکار بکنه، اصلا چرا ویدیو اینجوری شروع شده، که این سوالا که دارین خیلی منطقی ان و باید هم داشته باشین چون زدین رو ویدیو. خب من قراره یکم دیگه بهتون دقیقاً توضیح بدم که قراره چیکار کنم، ولی قبلش بهتره اون دکمه لایک رو بزنین و این کانال رو سابسکرایب کنین. توضیحای اضافی بس، میخوایم بریم ویدیو رو شروع کنیم. تا شده فکر کنین آره من نمیدونم باید چیکار کنم و ساعت 3-4 صبح و یهو به ذهنتون میرسه من یه ایده خفنی دارم و اون ایده چیزی نیست جز ساختن عروسک یکی از یوتیوبرها. درسته، به این ویدیو خوش اومدین. تو این ویدیو من قراره چیزی رو انجام بدم و درست کنم که توی ذهنم ساعت 3 یا 4 صبح اومد و خیلی چیز جالبی به نظر من قراره عروسک متعزق رو درست کنم. اینم ایدم که گذاشتم پست کردم توی کانال یوتیوبم. حس کنم کسی ندید ولی مهم نیستش. اومدم که امروز درست کنم این عروسک رو. و عروسک خیمه شب بازی هم هست و از اونجایی که من هیچ ایده‌ای در مورد نه عروسک ساختن و نه عروسک خیمه شب بازی ساختن هیچ ایده‌ای ندارم درباره اینجور چیزا، برای همین چیکار کردم؟ اصلا تو یوتیوب زدم و رو اولین ویدیویی که به نظرم خیلی ایده خوبی میومد کلیک کردم و حتی تا آخرم اون ویدیو رو ندیدم. همین که اولش دیدم گفتم حله، همینه که هست، من میتونم و رفتم و ازتش گرفتم بدون اینکه هیچ ایده داشته باشم که قراره چیکار کنم. راستش حتی ویدیو رو تا هم ندیدم ولی خب به نظر چیز ساده ای میومد. عروسک ساختن فکر کنم مونم سخت باشه، برای همین من رفتم پارچه گرفتم و یه جورایی یه پارچه واسه لباس گرفتم و یه پارچه برای بدنه و پشم شیشه فکر کنم بهش میگن. ولی خب راستشو بخواین نمیدونم چرا همچین ایده‌ای به ذهنم رسید که شاید بگین چرا حالا مترزک، نمیدونم، فقط یهو به ذهنم رسید و اومدم انجامش بدم. و شاید الان با خودتون بگین که آره اگه یه صبح از خواب بیدار شی و به ذهنت برسه یکیو بکشی میری بکشی، بعد بهتون بگم بین خودمون بمونه، ولی احتمالش خیلی زیاده که این کار رو انجام بدم. خب اینم مهم نیستش. الان میخوام زاویه دوربین عوض کنم و با هم دیگه بریم درستش کنیم. شاید شما هم وقتی اینو دیدین یه چی یاد گرفتین و رفتین درستش کردین، یه عروسکی هر چیزی نمیدونم شاید کار کردین. حالا در هر صورت بزن بریم دوربین عوض کنیم. خب مواد لازم برای اینکه یه عروسک خیمه شب بازی درست کنیم اول پارچه است و همینطور دو تا چیز پلاستیکی جوری که تو ویدیو دیدم، یه دو چیز پلاستیکی برمی داره، یکی برای دهن پایین، یکی برای فک بالا، یکی برای فک پایین. این شکل مثلا یه همچین حالت داشته باشه و یه جوری دایره مانندی چیزش می‌کنیم و بعد یه چی می‌کنیم. بزنین اول اینو درست کنم. من قیچیش کردم و یه همچین حالت نیم دایره طوری باید باشه که مثلا رش میدیم و بعد اینجوری این شکلی میشه. یه همچین حالت برم اینو اینجوری بذارم، اینم قیچی کنم همین شکلی. خب یه همچین حالتیه، سر و تهش قراره به یه چیزی بچسبه و بعد این شکلی کنیمش. و توی ویدیویی که من دیدم یه جوری از باقی مونده یه مبلی چیزی داشت استفاده میکرد براش، ولی چون من نداشتم همچین چیزی رو تصمیم گرفتم که این ایده یهویی به ذهنم رسید. قبلش می‌خواستم با یه از این چیز سیلیکونیا درست کنمش، ولی به فکرم رسید که میتونم همینو که این شکلیه پشمکتوریه به هم چسبیده است جوری، اینو بیام اینجوری روی هم بذارم و بعد کلش رو این شکلی درست کنم و بعد اینو به ترش بچسبونم و یه حالت اینجوری بگیره و بعد پارچه رو میکشیم روش و درست میشه. یه جوری حس میکنم اگه توضیح ندم و فقط انجام بدم خیلی بهتره. پس بذارید ایده‌مو بهتون نشون بدم. اینجوری قیچی میکنم. 2 hours later. خب من کارای قیچی کردن این تموم کردم و بعد اینکه قیچی کردم یه رول
مشتی چرا اینجوری گفتم، یه رول بهش دادم و الان میخوام این تیکش رو قیچی کنم و اون تیکه فقط لازم دارم باشه که این قراره سر عروسک ما باشه در حال حاضر. پس برم این جا رو قیچی کنم تا جایی که لازمه و بعد برگردم. من اونجایی که بعد قیچی میکردم قیچی کردم و الان میخوام با چسب حرارتی این تیکه ها رو من بچسبونم. A few moments later. حرارتی رو پوشوندم و الان قراره این دوتا دهن رو به این قسمت بچسبونم. البته یه ذره بزرگه این، باید یه ذره کاتش کنم و این میشه قسمت سر ما. برای اینکه این دوتا یه جایی داشته باشه برای دست، یه ذره از این رو قراره ما قیچی کنیم که جای انگشتامون باشه، 4 تا انگشتامون. پس بذارم بریم اینجا رو قیچی کنم. من بعد 3 hours later. خب من بعد قیچی کردن اومدم و الان قراره این رو به این تیکه فک بالایی بچسبونم. پس چسب حرارتی دارم و شروع میکنم به چسب. 2 hours later. خب حالا که قسمت سر تموم شد، ما میخوایم قسمت دهن رو درست کنیم. برای همین فک پایینی این رو متناسب با این یه ذره کات میزنیم و قیچیش میکنیم که یه همچین حالتی داشته باشه. الان میخوام برم همینو برای دهنش درست کنم. پس بزن بریم. خب من اینو چسب دادم و کاراش رو انجام دادم. الان میخوام قیچیش کنم، چون برای قسمت زیرینه باید یه ذره یه حالت، چطور بگم، بذاریم نشون بدم. یه ذره بعد اینجاشو قیچی کنیم که یه حالت دهنطوری بگیره دیگه. خب من همه کاراشو انجام دادم و یه همچین حالتی شدش. این تیکه یه ذره بزرگ بود، قیچیش کردم و الان که این دوتا رو بذاریم کنار هم این شکل میشه. تقریبا 40% راه رفتیم و الان شبیه عروسکه واقعا. سلام حالشون ویدیو رو لایک کردیم، همه سابسکرایب کردیم، آره یه همچین حالتیه. چی دارم میگم؟ آره سخت‌ترین قسمتش الان پارچه زدن دور و برشه و این الان همون قسمتی که من ویدیو رو ندیدم کامل، دقیقاً تا به اینجاش رسید من ویدیو رو استوب زدم و گفتم بزن بریم انجامش بدیم. ولی حس کنم ببرم یه دو ببینم ویدیو رو، ولی قبلش کاری میکنم که یادمه. اینجا رو قرمز میزنم با نمک. پس بزن بریم انجامش بدیم. A few moments later. من رفتم قیچی کردم و خیلی آزمون خطا داشتم تو همه قیچی کردنش. قراره با چسب حرارتی این تیکه رو به این تیکه بچسبونم. پس بزن بریم. 3 hours later. بعد دقایقی طولانی بالاخره درست کردم. با این نمک چسب زدم و بالا و پایینش رو رسما یکی کردم و خیلی سخت بود خدای من. آره الان یه همچین حالتیه، دقیقا شبیه این عکسه شده. الان قراره من با پارچه دور اطراف این رو بپوشونم. پس راستش باید برم یه دور دیگه اون ویدیو رو ببینم، چون حس کنم یادم رفت همه چی. پس من این دقیقه میرم برمیگردم. خب جوری که من تو ویدیو رفتم دیدم، پارچه رو برمیداریم و قراره این شکلی دور این چسبش بزنیم و بدون دوختن باشه و باید با چسب حرارتی باشه. پس من برم اینو بچسبونم و بعد بیام. Two hours later. خب من بعد چند دقیقه اینجا رو قیچی کردم و اینا رو هم چسبوندم. الان میخوام این قسمتی که قیچی کردم و به دهنم بچسبونم تا کامل شه دیگه کله عروسکمون. پس من برم اینو بچسبونم، شما هم ببینید دارم میچسبونم و برگردیم. بزن بریم.
همونجا وایسا. شاید با خودتون بگین که چرا ویدیو الان پاز شده و چه دلیلی میتونه داشته باشه. بعد بهتون بگم یک دلیل قانع کننده و یک دلیل کاملا ناراحت کننده داره و دلیل بزرگترین دلیلش اینه که من گیواب کردم وسطای درست کردن و یه جوری دلیل قانع کننده هم دارم برای کارم. من وقتی داشتم این ویدیو آموزشی رو میدیدم گفتم کاری نداره، هیچی نیست، من میتونم انجامش بدم و از این حرفا. ولی وقتی اومدم درست کنم کاشف و عمل اومد پارچه که من داشتم استفاده میکردم اصلا اون پارچه نبود که بعد استفاده میکردم و پارچه عادی بود و یه جوری گند داشتم میزدم. ولی خب ناامید نشدم و اومدم یه روز دیگه انجامش دادم و این ویدیوی بعدی که قرار ببینین توی بازه زمانی دیگه است و یه سری تغییرات کوچولو ایجاد شدش مثل چشم و این حرفا و یه ذره چسبوندم کله رو و خیلی تغییرات کوچولویه، زیاد مهم نیستن و میخواستم اینو بهتون بگم که اگه 1% احتمال داشت از این ویدیو آموزش ببینید و بخواید بعد دیدن این ویدیو برید انجام بدید چیزی و یا اصلا من الگو قرار بدیم بعد بهتون نکنید کارو و این لا رو بیاین بیخیال شیم و بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. پس بزن بریم. خب برای این مرحله از عروسک سازیمون تنها کاری که لازم انجام بدیم دیگه کار آسونی هن چون سخت‌ترین قسمتش همون کلش بود. الان تو این مرحله من میخوام با این پارچه یه بدن واسش درست کنم که وقتی دارم اینو اینجوری عروسک گردانی میکنم هم دستم بپوشونه هم حکم بدنش اجرا کنه. برای اینکه اینو بخوام بدوزم دیگه فکر نکنم چسب حرارتی گزینه خوب باشه، برای همین قراره با نخسوزن این کار انجام بدم و خب بزن بریم که انجام بدیم. ایول بزن بریم. ایول. خب من کار اینو انجام دادم و الان دقیقاً شبیه آستین شده و این ریختی شده رسما و خب الان کاری که من میخوام انجام بدم که این سرشو به این قسمت از دهن بدوزم و بعد شبیه کاملا یه دونه عروسک واقعی میشه و قراره اینجا بدوزم. پس بریم انجامش بدیم. بزن بریم. بعد دقایق خیلی طولانی من تونستم بالاخره این رو سرهم کنم و از نتیجه کار خیلی راضیم و به نظرم خیلی جالب شد و باحاله. پس بزنیم بریم مراحل بعدی انجام بدیم. بزنیم بریم. خب تو این مرحله من قرار رو این پارچه طرح دست بکشم. پس بزنیم بریم بکشیم. Three hours later. Two hours later. 5 minutes later. خب بعد دقایق خیلی طولانی من بالاخره تونستم اینو بدوزم و یه همچین حالتی شد. الان میخوام با قیچی دور اطرافشو قیچی کنم. پس بزنین بریم قیچی کنیم برگردیم. A few moments later. Three hours later. خب من کارای این دست رو تموم کردم و الان که بهش نگاه میکنم یه جوری شبیه پای مرغ میمونه ولی مهم نیستش. خب کارای این دست رو که انجام دادم قراره با نخ سوزن اینو به این تیکه بدنی این عروسک عزیزمون بچسبونم و به نظر کار سختی میاد و شاید کار آسونی بیاد نمیدونم، ولی خب برنامه دارم این رو به این تیکه بچسبونم و بزن بریم که اینو بچسبونیم این شکلی قرار باشه. نتیجه کار این شکلیه و بزنیم بریم برسونیم. هورا. از اونجایی که این صدا داره الان ضبط میشه واقعا نمیدونم چرا اینجا این کار کردم. خب من کارای این دست رو انجام دادم و یه همچین حالتی شد و خیلی چیز جالبی شد واقعا. از نتیجه کار راضیم. الان میخوام برم کارای اون یکی دست رو انجام بدم و نمیدونم اینجا چرا دارم این دلغک بازی ها رو با این عروسک بدبخت میکنم، ولی خب بزن بریم انجام بدیم.
خب توی این مرحله من قراره این طرح رو بدوزم و بعد با قیچیش کنم که رسما دست راست یا چپ این بدبخت بشه. پس بزنیم بریم انجام بدیم. A few moments later. خب من اطراف این رو دوختم و الان قراره با قیچی دور و برش رو قیچی کنم و یه حالت دستور بگیره و بعد توش رو با پشم پر کنم. پس بزن بریم. خب من کارهای قیچی کردن این رو تموم کردم و الان یه همچین حالتی شد. راستش نسبت به این دسته یه جوری بهتره و الان قراره توش رو با پشم پر کنم و بعد بچسبونمش به این. پس بزنیم بریم انجام بدیم این کارو. Three hours later. الان حتما انتظار دارین بعد اون مرحله قبلی که دیدین یه مرحله جدید ببینین، ولی نه. راستش من اینجا تا یه چکیده و خلاصه ای از کاری که کردم رو بهتون بگم، چون که با توجه به کاری که کردم و نتیجه هاشون و شکست هایی که داشتم اینجا که یه توضیح بهتون بدم و بعدش بریم که نتیجه کار رو ببینیم. از اونجایی شروع کنم که کار انجام دادن دوختن دست رو به عروسک تموم کردم و یه همچین دلقک بازی هم باش در بردم. و بعدش اومدم چیکار کنم؟ لباس براش بدوزم، ولی متاسفانه هیچ استعدادی تو لباس دوختن نداشتم و یه جوری همچین حالت عجیب و غریب شد. نمیدونم چرا این شکلی. تو ذهنم خیلی خوب به نظر می اومد. شاید به دلیل این بود که پارچه بد بود، شاید هم بزرگترین دلیلش این بود که من هیچی از لباس دوختن حالیم نبود. راستش دادم خیاط واسمون یه لباس دوخت واسه عروسکمون و خیلی بیشتر شبیه آدم شد بعدش. ولی الان قرار نیست بهتون نشون بدم. قرار بعد یه توضیح دیگه بهتون نشون بدم که من برداشتم یه ایده خیلی خارق العاده به ذهنم رسید. خارق العاده درست گفتم؟ این ایده چی بود؟ من دیدم که واسه کلاهش بلد نیستم ببافم، مثل لباس که بلد نیستم بدوزم. برای همین تنها چیزی که تونستم تو مدت کم که بافتنی گرفتم یاد بگیرم این بودش که یه زنجیر فقط ببافم. زنجیر بافتنی بهش میاد، زنجیر بافتنی دیگه. آره، و یه زنجیر بافتنی خیلی 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 طولانی بافتم و تصمیم گرفتم به جای اینکه ببافم همونو یه کلاه خوشگل مشکلش کنم، چون نمیتونستم. چند ماهی فکر کنم زمان میبرد تا من یاد بگیرم. برای همین ایده دوم که به ذهنم رسید این بود که اینو دور یه چیزی ببندم، یعنی این شکلی. میبینید فیلمشو گرفتم راستش، الان رو صفحه میاد. میبینید که من اینجا با تلاش های فراوانی که کردم یه ماکت درست کردم. این ماکت رو که درست کردم رو چیز کردم، درست رو پیچوندم از اینا و بعد اینکه درست رو پیچوندم اومدم یه کار دیگه هم کردم، اطرافش رو یه کاری کردم باهاش و راستش بزن نتیجه رو بهتون نشون بدم. حالا که چکیده از اون ویدیو رو دیدی یه همچین حالتی شدش و یه جوری شب کلاه نیست یا یه پایین قشنگه مگه نه؟ راستش رو سر من بیشتر میاد تا رو سر اون بدبخت. الان از این موشر رسید تبلو دور رو بردارید، شیفی پیروزی بکشید. آدم بهش نشه من بالاخره این کارو کردم چون نمی‌دونم چقدر طول کشید درست کردن، چون چند تا نشه ولی این خیلی طول کشید درست کردن. میخوام الان بهتون نشون بدم ولی قبلش باید برید چیزای خوشحال کننده ببینید. A few moments later. خب بعد خوشحالی که چند دقیقه پیش با هم دیگه انجام دادیم و رفت و پای خوبی داشتیم، قراره اثر هنری که خلق کردم ببینیم. در واقع چرت و پرتی که خلق کردم، ولی خب شماره معکوس 1 2 3. سلام، من متزکم و
یه همچین حالتیه. اینم از نتیجه کار، اینم از لباسی که دادم دوختن واسش. ایناست که اینجوریه. میخواستم لباس توسی واسش بگیرم ولی گفتم این بیشتر میاد به استایلش. و آره باورتون میشه این هم چیز عجیب غریبی که این شکلی بودن و این شکلیه خیلی بهتر شده قطعا. خواستم موجه مصنوعی هم بگیرم بزنم بشه ولی خب نکردم کار. هم دیگه بچه‌ها ویدیو تموم شد. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین، حوصله‌تون سر نرفته باشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید چون خیلی واسه زحمت کشیدم. و همین. خدافظ.